قبل از اینکه فرایند تولید کد از روی مدل ها رو اجرا کنید، لازمه که تنظیمات پروژه و وابستگی های پروژهتون رو بیاین و مشخص کنید. برای این منظور من وارد قسمت پرابلم دومین میشم، زیر دامنه اوردرز، و در مدل شماره 16 در سطح کد میخوام برم پروژه، تنظیماتش و وابستگی ها رو تعریف کنم. خب در دات نت پکیج های نرم افزاری رو شما میتونید از سایت نیوگت در واقع پیدا کنید. نیوگت یه پکیج منیجره. به عنوان مثال فرض کنید که من میخوام برای پروژه خودم از این دوتا پکیج استفاده کنم. یکی پکیج به نام mddplatform.sharedkernel که این یه سری کلاس های پایه رو به پروژه من اضافه میکنه، و این پکیج هم برای توزیع و دیسپچ کردن پیام ها ازش میخوام استفاده کنم. این دوتا پکیج رو میخوام به پروژه خودم اضافه کنم. خب در گام اول شما یه نام برای پروژهتون تعریف میکنید، یعنی پروژهتون رو باید ایجاد کنید. اولا این نامی که بهش اختصاص میدید همون نامیه که توی خروجی کدی که برای شما تولید میکنه نام پروژه با همون عنوان ایجاد خواهد شد. من یه اینستنس میزنم، یه اسم بهش میدم، و خب حالا میتونم اینجا برم و وابستگی هاش رو بیام و تعریف کنم. به عنوان مثال من به این دوتا پکیج رو میخوام بگم که وابسته از پروژه من. میام و دوتا اسم بهش میدم، مثلا اولی رو اسمشو میذارم MDD و دومی رو اسمشو میذارم این اسامی که واسه پکیجتون گذاشتید اختیاری، میتونید هر اسمی بذارید. اطلاعات دقیق ترش رو در ادامه وارد میکنیم. خب من سیو رو میزنم، میبینیم که پروژه منو اینجا ایجاد کرد و همزمان این دوتا پکیج رو هم اینجا ایجاد کرده. حالا من میتونم این اطلاعات رو برم و دقیق تر کنم. به عنوان مثال اینجا ویرایش رو میزنم، از من میخواد که پکیج آیدی و ورژن رو مشخص کنم. خب پکیج آیدی رو از اینجا برمیدارم و خب ورژنش هم 3 هست. اینجا ذخیره میکنم. به همین ترتیب برای این پکیج هم این پکیج آیدی هست و این هم ورژنش. خب ذخیره رو میزنم. خب پروژه من و وابستگی های پروژه تعریف شد. حالا من میتونم برم و فرآیند تولید کد C# از روی مدل های خودم رو اجرا کنم. این بخش رو در یک ویدئوی جداگانه ضبط خواهم کرد.